سلام به همه طرفدارای سریال های ترکی. اگه شما هم مثل من عاشق دنبال کردن تازه ترین سریال های ترکی هستید، باید بگم که سال 2025 یکی از پرهیجان ترین سالها توی دنیای تلویزیون ترکیه خواهد بود، چون شبکه‌های بزرگ ترکیه تاریخ پخش بهترین و محبوب ترین سریال ها رو مشخص کردن و تقریبا هر هفته شاهد شروع یا ادامه یه سریال پرطرفدار خواهیم بود. اول از همه سه‌شنبه 11 شهریور سریال چشمانش کارادنیز شروع شد، سریالی که خیلی ها براش لحظه شماری کردن. بعد شنبه 15 شهریور یه شروع بزرگ رو داشتیم، فصل ششم سریال محبوب کوه دل و همینطور فصل دوم دین جان که قرار حسابی سر و صدا بپا کنه. یک شنبه 16 شهریور سریال جدید تپش قلب روی آنتن میره، سریالی عاشقانه و پر از لحظات دراماتیک. سه‌شنبه 18 شهریور دو بمب دیگه داریم، فصل دوم اگر پادشاه ببازد و فصل سوم بهار که هوادارای زیادی داره. چهارشنبه 19 شهریور فصل دوم بی خانمان ها میاد و بعدش پنجشنبه 20 شهریور باید منتظر سریال ولیعهد باشیم، سریالی که از همین الان خیلی ها منتظرش هستن. جمعه 21 شهریور هم یکی از شلوغ‌ترین روزهاست، چون هم فصل چهارم شربت ذوق‌العخته شروع میشه و هم سریال جدید عشق و اشک. اما هنوز تموم نشده. دوشنبه 24 شهریور فصل دوم شهر دور پخش میشه و در نهایت چهارشنبه 26 شهریور با فصل دوم اشرف رویا روبرو میشیم. همونطور که دیدید شهریور 2025 پر از سریال‌های داغ و دیدنیه، از ادامه سریال‌های پرطرفدار گرفته تا شروع داستان‌های تازه. همه چیز آماده است تا تماشاگرها رو میخکوب کنه، پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، چون ما توی همین کانال قرار هر روز داغ‌ترین خبرها، خلاصه ها و پشت صحنه های سریال های ترکی رو با شما به اشتراک بذاریم. قول میدم هیچ چیز از دستتون نره.